شام 8 مای در کرمل ملاقات پرزیدنت‌های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رامان دایر شد. کرمل خبر داد که پوتین و رامانوف مسائل روابط دو جانبه، مسائل امنیت منطقه از جمله وضع اطراف افغانستان را بررسی کردند. طوری از گزارش ویدیویی برمی‌آید این دفعه مسئله وضع مهاجران تاجیک در روسیه خود پوتین در میان گذاشت. بدون شک یک مسئله مهمی که شما همیشه میبردارید مسئله مهاجران کاری است. میدانم که این یک مسئله برای تاجیکستان حساس است. ما تمام کار را میکنیم تا آدمان خود را راحت حس کنند، خصوصا در حالی که در حقیقت در حال حاضر برای ما در چند ساحه اقتصاد کاملا نیروی کاری نمیرسد. از طرف دیگر این آدمان از روسیه به وطن برای دستگیری اویله‌هایشان مبلغ‌های بزرگ میفرستند. به فکر من این یک روند مطلق و مثبت است. امامعلی رحمان روز 8 مای به خاطر شرکت در جشن 76 سالگی غلبه بر آلمان فاشیستی به مسکو آمد. این نخستین سفر خارجی امامعلی رحمان و ملاقات او با پوتین در پی مناقشه پرقربانی پایان ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است و یقینا این مسئله نیز از جمله مسائلی است که در مذاکرات او و پوتین در بین گذاشته خواهد شد. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با دست کم 53 کشته و 236 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه مرزی در چند ده ساله آخر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.